سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوش اومدی به یه ویدیو دیگه از کانال من. دوستان داخل این ویدیو قراره بهترین سنسیتیویتی رو بهتون معرفی کنم با کد. خب دوستان قبل از اینکه بریم سراغ آموزش این سنسیتیویتی، کانال رو سابسکرایب کنه و روی زنگوله آل قرار بده به محض ویدیو جدید گذاشتن اولین نفر باشه ویدیو رو تماشا کنید. لایک و کامنت دیگه فراموشتون نشه. خب بریم سراغ آموزش. واقعا دوستان این سنسیتیویتی دیگه حرف نداره. خودم خب وقتی داخل مچا کلاسی رفتم برای کانکتیزن خود جدید، خودم با همین سنس استفاده کردم. خودم بدون ولی جیروسکوپ استفاده کردم. اگه شما هم دوست داشتی با جیروسکوپ استفاده کنی، اگه دوست هم نداشتی بدون جیروسکوپ هم ازش استفاده کنی. خب دوستان حالا میبینید اسکوپ ها عالیه و همه چیز سنس عالیه. سنس خود 90 fps 60 fps. آقا اونایی که 100 fps میزنن از این سنس استفاده نکنن. خود دوستان با گوشی اندروید و آیفون آیپد ازش استفاده کنید. الان خودتون داره که میبینید سنس قویه و خدا. واقعا که با یکی تست میکنم نمیدونم واقعا گوشیم با یکی خود گوشیم فوکسریه. خب وقتی ما با اکم میخوام تستش کنم اسکوفا رو واقعا نمیدونم گوشیم چون خیلی لگ میزن، چون که دارم ریکورد میگیرم، به خاطر همین ریکورد گوشیم یکم لگ میزنه. خب دوستان اگه کسی ریکورد سرای داره داخل کامنت اسمشو بذاره و منم ازش استفاده کنم، چون ریکورد گوشه خودمه. به خاطر همین خب دوستان نمیخوام ویدیو زیاد طولانی شه و میخوام بریم سراغ این کدو که بهتون معرفی کنم. خب بریم دوستان. دوستان یه اسکرین شات بگیرید، شاید کد براتون کار نکنه ولی 100% کد براتون کار میکنه و استفاده کنید. خب دوستان این هم کد این بالا براتون میذارم، اونجا دیده که نمیشه. خب این هم از جیروسکوپشه و ببینید جیروسکوپش هم عالیه. دوستان عزیز فردا قراره یه ویدیو بذارم، ویدیو 90 fps همون آیپدیو و شاید بازیتون نتونی آیپدیو گفته حذف کرده پابجی آیپدیو رو 90 fps، ولی من قراره آیپدیو و 90 fps رو برایتون بیارم. خود دوستان فردا منتظر آیپدیو باشید، ساعت 3:04 این دور برای ویدیو آپلود میشه و امیدوارم از ویدیوهای من خوشتون بیاد. دوستان حالا آموزششو که بهتون بگم و خودتون این سنسیتیویتی رو بچینید. خب از اینجا که شروع میکنه اول خودتون بیاید داخل اینجا، خب تنظیمات مثلا تمرینی، اینجا این سنس رو خودتون کم کم ببرید بالا، کم کم بیارید پایین تا که خودتون یه سنس خفن بچینید. خب دوستان اینم از این ویدیو، امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی خدا یار و نگهدارتون.